این راهی کنده و ولنگار در نزدیکی مرکزی شهر کلاب جایگیر است. آن را 14 سال پیش هنگام سفر پرزیدنت منفرش کرده اند. از آن وقت تا حال این راه تعمیر را ندیده است. اما در بخش مالیه شهرداری کلاب گفتند برای تعمیر راه‌های داخلی شهر مبلغ جدا کرده اند. مؤسسه راهسازی داخلی شهر فقط برای شهر خدمت می‌کند. واسه شما گفتید مؤسسه راهسازی رقم 14 از بودجه جمهوری رای مبلغ کرده می‌شود. مؤسسه داخلی شهری باشه از بودجه محلی. در سال 2023 از حساب بودجه محلی برای مؤسسه راهسازی داخلی شهر 1,180,000 سوم جدا شده. این پول جدا شده در تعمیر کدام راه‌ها صرف شده است دقیقاً معلوم نیست، چون به گفته ساکنان و رانندگان راه‌های کلاب تعمیر را ندیده اند. برعکس در اداره راهسازی منطقه کلاب از جدا نشدن مبلغ گفتند. فقط یک شهر کلاب دیگر همه منطقه دایره امکاناتشون دادگی هستند. نه وای دودا حسابی کارویی که اجرا کردگی سال 22 دادگی کاری که سال 22 اجرا 23 همین سال 23 گذروندگی همون از کار وای سالی که در وای نورخانه کار شدگی بود و اونجا در تشریف جناب عالی بود که همون راه شدگی هم مبلغ گذروندگی. همین حال است که در هر نشست خبری مسئله تعمیر راه‌های کلاب صدا می‌دهد. رئیس شهر وعده تعمیر راه‌ها را می‌دهد. او در این نشست خبری هم وعده کرد که این کار انجام خواهد شد، اما دقیقاً نگفت کی. خاک یک بار در دو سال ما پرابلم شهر حل کنه میتونیم. ما دیدیم خاک کوچه‌های داخلی شهر اوز ما روشنوکی کردیم و ما را در مرحله دوم با محل میگذاریم. هر یک جانشین به واسطه وابسته شدگی یکی از مسائل اساسی تعمیری رو و روشنوکی کوچه‌ها محل میباشند. ما فکر میکنیم که تو نوروزا این مسئله حل فصلی خشم می‌یابد. از وعده بختیار نظرزاده هم تا جشن نوروز چند روز دیگر مانده است. دیده می شود هیچ کاری در راه‌های کنده و ولنگار تا حال آغاز نشده است. همین است خود رانندگان به تعمیر راه‌های کنده دست زده اند. ساکنان به وعده شهردار کلاب چندان باور ندارند. آنها میگویند که اگر شهردار خواهد در 2 سال چی کارهایی را انجام خواهد داد. این خیلی میشید است در همین شهر کلاب، نخود که در همین شهر کلاب یگون رئیس پیدایی نشه، یگون دستگیری که یگون صاحب کاری که همین رای دولتی چونه ساز کنه. با وجود این طرفداران شهردار از کارهای او توصیف میکنند. چند پیش از بازسازی راه یک قبرستان عکس و نوارهای او را پخش کرده بودند، اما ساکنان عادی میگویند که به جای مرده ها باید به زنده ها راه ساخت. با گفته ساکنان در آن وقت می شود که از کارهای شهردار ستایش کرد. خیر به مردار میکنه، راه را ساز اسفال میکنه، همون را به همین زندان را بکنن که رای دولتی چون اساس کنه که ولنگاری بچی دگیه او خوب نیست که مثال یک دم میره میه به مردار نکنن، به زندان را بکنن راه ساز. حالا در این راهی که ساکنان دست به بازسازی آن زده اند انبارهای سوزشواری جای گیرند. آنها میگویند که اگر شهرداری خواهد میتواند این صاحبکاران را به راهسازی جلب کند. با گفته آنها یکی از ولنگاری راهها نتیجه رفت و آمد ماشین‌های گرانوزن این صاحبکاران است. تا حال در منطقه صاحبکاران دیگر شهر و نواحی 9 کیلومتر راه ساخته‌اند، اما در کلاب طی 2 سال است کسی مشاهده نکرده است که صاحبکار راه ساخته باشد. حالا خود شهر کلاب 189 کیلومتر راه‌های محلی دارد که اکثرشان به تعمیر نیاز پیدا کرده اند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.